سلام، اینجا ریت دیته و سبا باید پسر را از شماره 6 بیشترین تا 1 کمترین رتبه بندی کنه. مشترک مورد نظر روبروی شماست، بفرمایید. سلام. خوبی شما؟ زنده باشید. در خدمتم. اسمتون چیه؟ من پرهام اسداللهی ام، مخفف پرهامیدی. مخففه؟ پرهامیدی. چرا؟ چه سالی یه بار میام. عجب. شما شغلتون چیه؟ چند سالتونه؟ من 24 سالمه، رشته‌ام مهندسی برق، در کنارش کار معماری انجام میدم و بیزنسم هم آرکیتکته. بله، پس درآمد خوبی هم دارید حتما. به نسبت. اوکی، شما تنها زندگی می‌کنی یا با خانواده؟ مستقلم. مستقل. شیطونی که نمی‌کنی. تنها زندگی می‌کنم معمولا شیطونی می‌کنن دیگه. نه. منم صبا، 23 سالمه، تتو آرتیستم، نیل آرتیستم، هیر آرتیستم. خب، جساتن کجایی هستین؟ اصالتا شمال. اوه کجایی شما کجایی هستی؟ یه رگم شمالیه، یه رگم یه سمت دیگه است. چه سمتی؟ سمت لرستان. اوه، شمالی و لور اصلا به هم نمیخوره. ترکیب سم دقیقاً. شما آخرین باری که وارد رابطه شدی چه تایمی بوده؟ 8 ماه پیش بوده. چه تایمی تو رابطه بودی؟ تقریبا 1 سال و 2 ماه. عجب. چه ماهی هستی؟ آبان. تولدت نزدیکه. تموم چند شد. تا آبانی تموم شد؟ 3 روز پیش تموم بود. شد. تولد من 6 آذره. کامینگ سون داریم پس. بله، الان فکر کنم با من اوکی شدی. خب واسه تولد من چی میگیری؟ چه کادویی میخوای بهم بدی؟ بستگی داره مادیاتی دوست داری یا معنوی؟ من آدم مادی هستم. مادی. کاملا رک میگم. خب من اصولا طلا دوست دارم، واسه خودم کادو میگیرم و همونم طلا ترجیح میدم. طلا هدیه بدی، طلا هم بهت هدیه بدن. بله. اوکی، درسته. من معمولا اینجوری هم که هر چی پسر واسم هدیه بگیره من 1/3 رو سعی میکنم جبران کنم. 1/3 رو کم آره نیست. دیگه. خب من دخترم، شما پسری. شما آقایی، به هر حال میزان درآمدها فرق داره. نظرتون قابل احترامه. بله، تشکر. شما سوالی داری؟ سوالی ندارم. نه. هدفت چی بود که اومدی تو برنامه شما؟ دعوت شدم، گفتم که موقعیت خوبیه که تجربه کنم. یه سوال می‌پرسم راستشو بگو. بله. هدفت این بوده که دیدشی تو برنامه یا نه؟ بگم نه دروغه. یعنی اینکه واسه فالوور اومدی؟ حدودا. ایشون آقای محترمی، آقای با شخصیتیه. نظر لطفتونه. استایل خوبی داره، ظاهر خوبی داره، خوشم اومد. یه میانگینی اگه بخوام بگیرم من به ایشون نمره 3 رو میدم. ممنون. وایسی جایگاه 3 بشم. سلام. خوبی شما؟ قربون شما. خوبی؟ تشکر. اسمتون؟ من محمدم. محمد. منم صبام. خوشبختم. بذار آرزو صدات کنم. چرا؟ میخوام تلاش کنم بهت برسم. اون بستگی به خودت داره. من یه ذره اسمت گفتی چشام محمده. ضعیفه. یه ذره چشام ضعیفه. دکترم میدونی چی گفته؟ چی گفته؟ گفته 12 ساعت روز رو نگاه کنم واسه خوب شدنش. مسخره. خیلی مسخره بود. گفتی اسمت محمده. آره. بگیرم هستی؟ همه منو به بگیر میشناسن. عجب. مگه چند تا تاریانی گرفتی؟ دیگه همه رو گردن میگیرم. همه رو گردن میگیری. خب من اینجوری گردن میتونی گیرم خوبه. گردن بگیری که من تکبر دوست دارم. خب به خاطر تو تایپ بر میشه. دیگه بالاخره گذشته مهم نیست که. قدت چنده؟ 1.80. 1.80. آره. بهت نمیخوره. دیگه 1.80 دیگه. شما قدت چنده؟ من قدم 1.60. آها. اگه با لژند در نظر بگیری 1.70. بازم 10 سانت. شما شغلتون چیه؟ من تولید پوشاکه شغلم. تولیدی پوشاک. پوشاک زنانه؟ نه مردونه. حیف شد که. واسه تو زنانه سفارشی میدم. واسه من سفارش میزنی. اوکی، خوبه. درآمد کسی که باهاش وارد رابطه میشی مهمه واسه. خیلی واسم مهمه. میگه دوستت دارم اونقدر که لنگم باشم واسه تو پول هست. بده. یه سال شخصی میتونم بپرسم؟ بله بپرس. درآمدتو میتونم بپرسم؟ دیگه هست، خدا داده به. خب دیگه هست دیگه، بستگی داره. شاید واسه من اوکی نباشه. دیگه اونقدری که تو راضی باشی اوکیه. به هر حال واقعا مهمه اونقدری واسه هست که وضعیت بخوای مالی مثلا واسه طرفه. تولد من به هر حال بعد یه سال رابطه یه ماشینی دیگه وقتی من با کسی وارد رابطه میشم دیگه باید سنگ تموم بذارم واسش 100%. یعنی سرتو میذاری دیگه. ولی میدونی چیه؟ من شدیداً طرفدار رابطه 50-50. 50-50. آره. من جای دیگه شنیده بودم 50-50 رو. نه، مرد تلاش میکنه پول به دست میاره، خانم تلاش میکنه و خرج میکنه. بله. زحمت میکشه. بله درسته. تحصیلات رابطه واسه شما مهمه؟ تحصیلات نه، چون من خودم دیپلم دارم. خود دیپلم داری ولی واسه من خیلی مهمه. باشگاه میری شما؟ باشگاه میرم. ورزش میکنی؟ چه تایمیه؟ چه تایمیه؟ آره، چه تایمیه که ورزش شروع کردی؟ چون حس میکنم خیلی تازه از شروع کردی انگار. نه ورزشم اونجوری سنگین نیستش به صورت حرفه‌ای، ولی خب ورزش میکنم. از این پس سنگین ترش کن. من درست دوست دارم. چه نوع استایلی واسه پارتنرت میپسندی؟ من دوست دارم تایپت چیه دارم؟ اول اینکه دوست دارم قدش بالای 1.90 باشه. من پسر گوریلتوری درست دوست دارم. بعد اینکه دوست دارم استایلش مردونه باشه. اسپورتو به مردونه باشه. حالا اوکی باشه، ولی خب میدونید چیه اون به غیر اینا اون رفتارش واسم خیلی مهم‌تره. اینکه واسه من چی کار میکنه تو رابطه،
به هر حال خوش چجوری ثابت می‌کنی؟ بعد یه سوال دیگه من از شما دارم. انتظاراتی که الان شما مثلا از من داری به عنوان پارتنرت، من از تو داشته باشم اوکی شما؟ نه. اوکی نیستی؟ نه. خب پس شما کنسلی 100%. رابطه یه چیز دو نفر است. خب رابطه از ربط میاد دیگه، دو نفر. بالاخره شما باید جایگاه خانم و آقا رو اول بدونی. من خانومم، شما آقایی. به هر حال من که انتظاراتی که مثلا شما دارین که از شما ندارم، ولی خب میگم شما میتونی یک پنجمش رو انتظار داشته باشی. چرا یک پنجمش؟ چون من خانومم. چه سبک موسیقی گوش میدی شما؟ من بستگی به مودم داره، ولی خب بیشتر رپ. رپ یعنی چه خواننده‌ای؟ رپرای نسل یک، هیچکس، پیشرو، یاس. به سنت هم میخوره. آفرین. خب من با این آقا حقیقتا میدونید آنچنان سوسو بودم، یعنی اونجوری که خیلی تایپ 100% باشه نبود. واسه همون میخوام به ایشون ببخشید جسارت نباشه، به ایشون 1 میدم. مرسی. 1 بودن بهم میاد مثل کتی البته. سلام، خوب هستین؟ تشکر. شما خوبی؟ قربون شما. اسمتون چیه؟ صبا. احیانتون ستایش نیست؟ نه. آخه دوست دارم مثل نشمت فردوس عروستون کنم. افتاد. چند ساله خواستم اینجوری کنم چون گفتی گوریل دوست داری، خواستم گوریل باشم. گوریل آخه باید به هیکلت بخوره. میخوره به استایل هیکلت اصلا نمیاد. خب 160 قد که نمیتونه به 190 قد بخواد بگی نمیخوره. ربطی نداره. دختر 160 بغلیه، پسر 190 بغلی نیست. چون قدت نمیرسه بغل کنی ها. نه ربطی نداره. دیتایی دوست داری کجا بری با دوست پسره؟ من اول اسم تو به من نگفتی. اسمم اعلاراده که الان شدم علی اوج، چون تا دیدمت اوج گرفتم. آره بامزه‌ام نه؟ خواهی بگی نه فکر خیلی بامزه، ولی اصلا بامزه نیست. شاید بهت اینجوری گفتم. لنز گذاشتی؟ من نه، چشای خودم من نچرال. بعید میدونم چون برق پروژکتورا داره میزنه تو چشم، میدونی؟ آره. اون برق نگاه منه. نه برق دندوناته که یخچالی کردی خیلی اصلا تو چشمه، میدونی؟ عجب. آره. کاش تو هم میکردی. چی؟ کاش تو هم بودجهشو داشتی انجام. نه بودجهشو ندارم، ولی میتونم مثل تو اینجوری صحبت کنم اگه راستش بخوای. آره. اگه با شخصیت بودی من بودجهشو بهت میدادم. نه من خیلی بی شخصیتم. نه خیلی بی شخصیتم، بی ادب، بی نزاکت. جدی نداره من نمرهشون رو بخوام همین الان بهشون بدم، چون واقعا نمیخوام ادامه بدم با ایشون صحبتمو. واقعا حال نکردم باهاشون، اصلا تایپ من نیستی، به هیچ صورتی واقعا تایپ من نیستی. نگو دیگه. من شماره 2 رو به شما میدم. فقط عوض کن 1 بکن بعدش. حتما. بازار باش. داداش بازار باش. سلام، خوبی شما؟ خوبی؟ تشکر. یه سوال می‌تونم بپرسم؟ این چیه آویزون کردی؟ موه. دیدی اینطوری اومدم برات؟ گوریلی دوست داری ورزشگاه؟ خوبه؟ به تو میاد. آفرین. بچه‌ها هم خوب بودن که چرا؟ میگفتن یکیشون خیلی خوبه، یکی خیلی خوبهشون فکر کنم اومده. اسمتون رو میتونم بدونم؟ من ارسلانم. ارسلان. منم صبام. خوشبختم. چند سالتونه؟ من 25 سالم. 25. سن من نمیخوای بپرسی؟ شما چند سالته؟ اصلا من توجه نمی‌کنی. من باید بگم. 23 سالمه. 23. بله. شغلتون؟ شغلم؟ چه شغلی دوست داری؟ هر شغلی که پول توش خوب باشه، هر شغلی که درآمدش مثبت 500 باشه من دوست دارم. من مادیات خیلی واسم مهمه. خب همچه آش دهنسوزی هم نیست خودت. چرا میخندی؟ شغلم ولی خوبه. تعریف میکنن همه. تو کار نمایشگاه، تو کار خرید فروش ماشین، تو نمایشگاه کار میکنم. خوبه؟ عجب. منم کار کردم. اوکی. کار کردی؟ آره. دوست داری کسی که تو این کاره؟ معمولا نمایشگاهی حالا یه ذره داستان دارن، یه ذره. از چه نظر؟ میگن خانم بازن. آره. دوست بودی باهاشون؟ دیگه بالاخره 200 تا دوست پسر تا الان 200 تا بوده دیگه، تا 250 تا بوده دیگه، بینشون یکی میشه در بیاد. لوکیشن طرف فرات مهمه؟ خیلی واسم مهمه. از کجا به پایین باشه کنسله؟ از تا حالا اینجوری بهش نگاه نکردم، ولی خب بسته به شرایط خودم که دارم به نظرم واقعا 100 تا به پایین کنسله. شما خود کجایی؟ من مرزدارم. مرزدارم. مطمئن؟ بله. تو اکثرا دروغ میگم، اول میگم مال اونجا. من راستشو میگم. آره. خوبه. ماشین چیه؟ ماشین من پسر باید ماشین داشته باشه، به هر حال دختر کجا ماشین داشته باشه؟ یعنی ماشین نداری واقعا؟ الان با چی اومدی تو برنامه؟ پیاده. عجب. خط 11. شما ساکن کجا بودی؟ کجا باشم خوبه؟ دوست داری؟ گفتی سعادت آباد. سعادت آباد به بالا. من خونه هم ندارم. خونه خانواده‌ات کجاست؟ خانواده‌ام که اینجا نیستن، کلا اصفهان. اصفهان. آره. اصفهان به خاطر برنامه پاشدی اومدی؟ نه اینجا کار میکنم. شما کجایی؟ من اصالتا شمالیم. بعد میتونم بپرسم درآمدتون چقدر ماهیانه؟ درآمدی که معمولا خانوما نمیپرسن، ولی خب متغیره.
حالا بستگی داره که چقدر کار کنم، چند هفته کار کنم، چون کار من کار خودمه. 50 60 تا 100 تا 130 تا. الان تو با استایل من حال کردی؟ اوکی ام؟ معمولیه. معمولیه. اول که گفتی که خوباشون اومد که چون نسبت بقیه حس می‌کنم چون دیست کردم یه ذره ناراحت شدی. آره تو منو دیس کردی؟ نه تو من دیس کردی. 100% اصلا نمیتونی منو دیس کنی. خب یعنی به نظر اگه مثلا من پراید داشته باشم با من اوکی نمیشی؟ اصلا چرا؟ چشه مگه پراید؟ الان ماشینم نداری، پراید داشته باشی که دیگه بدتر. اینجوری میگی ماشین نداری، یه اکو پلاس میزنی میاد دنبالت، بالاخره یه 200 هفتی لیفان یه چی میاد دنبالت. اونجوری با پراید بیای که اصلا کلا کامنت‌های زیبای مردم هستیم. 100% میخوام ببینم که دخترا طرف منم، طرف پراید داشته باشه باش اوکی میشن یا نه. حله. شما قصد نداری کلا ماشین بگیری؟ یعنی ماشین خاصی نمیخوای بگیری به هر حال؟ من که مطمئنم به بهترین جا میرسم و بهترین ماشینا رو میگیرم، ولی اگه اون روزم بگیرم کسی مثل شما رو اصلا سوارش نمیکنه. چرا؟ چون شما الان که من صفرم اینطوری به دست بزنید اول راست میخوام فقط بدونی از پشت صحنه صدای چلپی که میاد با هرس و محکم میاد. ولی شما نمیدونی من چه ماشینی دارم و هر چی هم داشته باشم شما رو سوار نمی‌کنم. من نیاز ندارم که شما بخوای منو سوار کنی که. خب من که اوکی ام، میگم به بهترین ماشینا هم میرسم، اینو 100% مطمئنم. ولی به نظرم خیلی آدم خوبه با یه پسر 35 40 سال اصلا شاید هم نرسم. کاری نمی‌کنم، یه نظرم حالا کلا میخوام بگم اینه که خیلی خوبه که هر کسی و هر جوری هست به خاطر خودش بخوایم و حتی اگه چیزی نداره باش باشیم و با هم برسیم. خیلی جذاب تره تا همون اول بخوای یکی بگی فلان داری کجا هستی اینجا هستی. نه، همه اونایی که الان خیلی هاشون بالان بالاخره از یه صفری شاید طرف شروع کرده. من اون که شما میگی حالا شاید اوکی باشه، ولی تو قصه ها تو فیلم های ترکیه تو ایران اصلا صد نمیکنه همچون چیزی. دختر ایرانی صد نمیکنه کلا، ولی هست، خیلی هست، بیشتر اون چیزی که فکر کنی. من خودم دیدم. من ترجیح میدم پارتنرم وضع مالی خوبی داشته باشه. 100% من نمیرم کنار پارک باش فلافل بخورم. 100% داری کامنت های قشنگی برای خودت میخری. 100% من از این دختر نیستم. من بسته شرایطی که خودم دارم، سبک زندگی که داشتم برام خیلی مهمه. طرف من حداقل باید یه طرفی باشه که 2 لول به من اضافه کنه، نه اینکه منو 5 لول بیاره پایین. من حداقل باید بتونم پیش دوستان ببرمش. وقتی که دوستای من با سانتافو و بالاخره بنز و فلان با دوست پسرشون میان، من برم با اسم. خب پس بچه‌ها دوستاش هم همه سانتافو و بنز و بی ام و دارن، نمیاد. 100% نمیشه. من ولی دوستام هیچکدوم ماشین ندارم، ولی وقتی باهاشون میرم بیرون عشق میکنم و حال میده، میدونی؟ نظر شما محترمه. من نمره 0 رو میخوام. من اگه نمره 0 داشتیم ترجیح میدادم به ایشون نمره 0 رو بدم واقعا. چون پول ندارم. من الان بسته به نمره‌ای که هست به ایشون نمره 4 رو میدم. بفهمید. مرسی. مرد روسای سلام. سلام. این چطوری؟ احوال شما خوبه؟ من احمقم، با خودم حرف میزنم از اون. خوبی شما؟ تشکر. اسمتون میتونم بپرسم؟ صبا. طبق معمول دستم بزنم پشت. صبا هست. من امینم خوشبختم. خوشبختم. کارتون چیه؟ من تتو آرتیستم، نیل آرتیستم، هیر آرتیستم. به 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 چه سعادتی، چه سعادت. چه چشمات قشنگن. مرسی. چشمت قشنگ میبینه. نه چشمای من قشنگ‌تره چون تو رو داره داخلش می‌بینی. خوشت اومده. خوشم اومد. نمی‌پرسی من کارم چیه؟ شغلت چیه؟ من تو جاباما کار میکنم. جلاتو جاباما. یعنی چی؟ نمیدونی چیه؟ نه. چقدر تزریق کردی به نظرت؟ واسه صورتت چقدر خرج کردی؟ من واسه صورتم نمیتونم بخوام یه میانگین بگم، شاید 200 تا. حیف روزم وگرنه جیگرتو می‌خوردم. مال خودته. خوشم اومده. تحصیلات 200 مهمه؟ تحصیلات واسم مهم بود تا قبل اینکه شما رو ببینم، چون با استلت خیلی حال کردم دیگه واسم مهم. قربونت شما زنده باش. واسه تو مهمه؟ آره خیلی. تحصیلاتت چیه؟ نه مهم باشه. من مامان بابام گفتم فقط برو دنبال دختری که تحصیلات. من با این فیس به نظرت باید تحصیلات داشته باشم؟ دیگه اوکیه دیگه. یعنی تا دیپلم هم نخوندی؟ دیپلم. بی سواد ها؟ نه خواهش میکنم. سوالی نداری ازم؟ من ازت سوال بپرسم. دوست پسر قبلیت گفته توی برنامه دیده بودم که واسه دماغت عمل کرده بود. داره اولین کادویی که گرفته بودی دماغت عمل کرده بود. خیلی احمق بوده. چرا؟ چون دماغت عمل کرده. چون اگه خوب عمل کرده بود دوباره عمل نمی‌کردی که. ربطی نداره. چرا؟ مگه دوباره عمل نکردی؟ دوباره گفتی عمل کردی. خب بار اول خوب پول نده دیگه. تو الان پشت سختی حساب عمل کردم ربطی نداره. بهتر بشه. آره. تو همین الان که روبرو من وایسادی احساس می‌کنم بینیت انحراف داره رو به این بر. آره دیگه. آره. کجیم کار خانوادگی کجیم کلا. اصلا منویدی کج شدی. میدونی به چه کسایی میگن جلاتین؟ به چه کسایی؟ به جل زدایی که لاتی را میرن میگن جلاتین.
بس به تو میگه جلو. آره ولی میکشمت بالا. اصلا نگران نباش. نگاه کن کارمون اینه بکشیم بالا. به نظر من تو کنار من روبروی من وایسادی اصلا کشیده میشی بالا. احساس میکنم فالوورام میریزه. نه تست کنیم ببینیم فالوورش میریزه یا نه بچه‌ها. اصلا من قراره با تو ویدیو بذارم که فالوورام. الان که فعلا به خاطر من اومدی. آره نه شوخی میکنم. واقعا شما خانم خیلی محترمی هستی. فقط من همه چیم عالیه، همه چیم اوکی. یه مشکلی دارم. همه چی حالا اوکی نیست 100%. ولی نه نظر بقیه نظرتون مهم چیز یعنی نظرت مهمه، ولی خب میگم نظر بقیه اینطوری بوده که خوب بودن. فقط یه مشکلی دارم. با ماشین گفتیم ماشین اوکی، یعنی ماشین نداشته باشی؟ دارم ماشین آوردم حالا کلیدشو. می‌دونی میخوام چیه؟ مارکش نشونت بدم ببینی شاید حالا. خوشت بیاد. ببینم. پرای 88 دوگانه. واقعا پرید داری؟ آره من کلیدشو آوردم. نظرم یه ذره داره عوض شد نظره؟ یه ذره نظرم داره عوض میشه. سوپر من معذرتی دارم. دیگه دیره. اگه به 6 بدم چی؟ کی قطعه؟ اه. یعنی منظورم که فدا سره. سوالی نداری از من؟ دوست پسرتون چند سالگی دماغ عمل کرده؟ 16 سالگی. 18 سالگی عمل میکنم. چجوری 16 سالگی عمل کردی؟ احتمالاً رفته جل زد واسه گفته عمل کردم. پارتیمون کلاف بوده دیگه واسه ما عمل کردن. اسنپ هم سوار نمیشی؟ اسنپ اگه سوارشم باید اکوپلاس بشه به هر حال. طولانی ترین مسافتی که رفتی چقدر بوده؟ کجا رفتی مسافرت؟ مسافرت کیلومترش نشمردم زیاد. ولی بیشتر به نظرم شمال رفتی. نه. شمال خورت خوبه اصلا. ما خودمون اصلا شمالیم، شمالی هم پرچمشون خیلی بالاست. من جسارت شمالی ها کامنت بذارم واسمون لطفا. چشم بین اون بچه شمالی ها خب دیگه بقیه استانا دیگه. برو نفر بعدی هم بیاد شاید اون حتی جذاب‌تر بود. میخوام نفر بعدی رو ببینم. آره اوکی من به ایشون فعلا نمره 6 رو میدم تا ببین نفر بعدی به چه صورتی. متشکرم از شما. بعد تبل شادانه دیگه خزه بده 6. در پوشه تهران را بوره و عاشق و کوشه. متوجه شدی چی گفتم؟ شمالی دیگه. بله. آزار باشه. به من توجه کن. به کجا دیدی؟ فهمیدی چی گفتم؟ شمال شما با شمال ما فرق داره. چرا مازندران مگه نیستی؟ من اصالتا گرگانیم. خب گرگان کجا میشه؟ گیلان داریم مازندران دیگه یه جا دیگه. جدا میشه مازندران گرگان علی‌آباد کتول. شما اسمتون چیه؟ من میلاد. میلاد. خوشبختم. منم صبا. صبا خانم. 33 سالمه. شما چند سالته؟ من 32. 32. کار چیه؟ کارم اوکی دقیقاً میدونید سمبالو دوست دارم کلا. جانم. سیمبالو دوست دارم. سنن چی؟ سنی که پرسیدی شغل؟ شغلتون چیه؟ کشاورزم. یعنی چی؟ یعنی کسایی که نمیدونن چیکار کنن چه خاکی بریزن تو سرشون من بهشون میگم. آفرین. کار خوب میکنی. ولی من حالا فارغ از شوخی کلا داشتم بچه‌ها داشتن صحبت می‌کردن حالا بله. چند تاشون من واقعا احترام میذارم. هر کسی هر جوری دوست داشت. یکی مادیاتیه یکی خب شما آدم مادیاتی هستی. 100% واسه مادیاتو دوست داری. نه ببین شاید من نباشم شاید تایپ من مثلا نباشی تایپ این آقا نباشی اون آقا نباشی ولی خیلی هم هستن شما شاید تایپش باشی. بله خب، درسته. هر کسی باید احترام بذاره. دقیقاً این خیلی باید مهمه. احترام بذاره. من آدمیم که خرج میکنم. تولدت کیه؟ تولدت هم نزدیکه تولد آذر. من 5 روز دیگه است. دوست داری کادو تولد چی برات بخرم؟ چی میخوای بخری تو چی دوست داری؟ تو چی دوست داری بخری؟ عزیزم من میگم مشکلی نداره، مشکل مالی نداری. تو چی دوست داری برات بخرم؟ جدی یعنی میگم. من بگم ماشین میخوام واسه هم میخری؟ ماشین تا 206 میتونم بخرم چون این کارا رو زیاد کردم. اوکی. مشکل نداره. 206 نه 207 خریدم 111 خریدم آره. دیگه آره. واسه چیزی نیست دوست. دماغ چیه بابا من میدونم هر کی اومده عشق دارم نه کسی ازم بگیره. دختر خرید. الان این آدم آره برای ببینه فردا کیف میکنه. آدم بهم بگه 1 تومن بهم بده 1000 بهش نمیدم ولی چون آدم خوش قلبیم دوست دارم چیزی که دختر داشته باشه بهش عشق میدم بهش حال میدم بی منت. دلم بزرگه مهربونم دوست دارم حال بدم. رفیقات حال نمی‌کنه. جون بابا تو تو جون فقط بخواه. بده. یه تومن برام می‌زنی. آها پول به تو رفیقان فکرم چیز دیگه میگی بده گفتم من نوکرتم هستم تو جون بخواه. به خدا مشکل مالی نداری واسه رفیقام چون مالی نداری ولی برای شما تا صبح پول هست. نه سلیقه یه دیگه آقا همه اینجوری دوست دارم. یه سوال بپرسم شما هدفت در رابطه چیه؟ اول من بگو نارنجی به میاد. خیلی بهت نه جدا خیلی بهت میاد. میدونی چرا هویج نارنجیه؟ چرا؟ چون نارنجی بهش میاد. به تو هم میاد. واقعا میدونی حالا چرا خیار سبزه؟ چون سلیقه چون نارنجی بهش نمیاد. خب جان چی گفتی؟ هدفت در رابطه چیه شما؟ اشغال چون تهش چی نیست تهش یا من ازدواج خیانت چی؟
ازدواج کجا بود؟ من خودم کیس عزیز ازدواجم، من، یعنی که به من قربونت بگو، برم. من ما خودم یه دنبال ازدواجم. یه بار این کارو کردیم واسه حرفشون بسته. یه بار ازدواج نه کرد. نکردم، میخوام بکنم. تو ذهنم من شبا اتفاقایی که برام میخواد بیفته، مثلا دیشب خوابت دیدم. آره خوابت دیدم. بذار دستتو ببوسم. دستم ببوسه؟ یعنی چی؟ یکی دست یکی میبوسه. چه خوابی دیدی؟ خوابت دیده بودم دیگه. میدونستم امروز اینجاییم با هم دیگه. عجب. آرزوام داستان آرزوام بود. خوشحال شدی من دیدی؟ آره خیلی آدم خوبی هستی. بازار باشه واقعا. نه چیز بدی نیست بازار باشه. نگفتی کادو تولد چی میخوای؟ کادو تولد گفتم، تو گفتی اوکی. ماشین، همه ولی چی الان گفتم، خب بعد بریم تو خوشحال رابطه همین از روز اول که نه. آذر بودی دیگه. بله. چند آذر؟ 50,000. آذر ماهیارم دوست دارم. چون خواهرم آذریه، میدونن که آدم خوبیه. حالا تو یه ذره شاید مثلا مادیاتی باشی. قشنگ دارم مگه میگم مادیاتیه دیگه. چشونه؟ بعد نیست، اولش بهت گفتم یکی مادیاتیه و اینا پراید. من خودم هم گفتم دیگه، برای واقعا یه جوون ایرانی آرزوه. آرزوی واسه تو کسی که نمیری شغل وارد خوبی رابطه نداره، گوش چون کن. تلاش نمیکنه. تو نه دیگه، شاید تلاششو کرده. خب شاید حالا هر چیزی، ما نمیتونیم آدما رو قضاوت کنیم. خب این که میگه تا با کفش من رو نرفتی راجع به رفتن قضاوت کن، واقعا دارم میگم. حالا شاید پراید داره، یکی نمیدونم، ولی واقعا کسایی که پراید دارن، من رفیق دارم، حالا گفتم دیگه، واقعا 50 میلیارد پول ماشینش، ما رفتیم جاده چالوس غذا خوردیم، اون وایساده اونجا تو دکه نوشابه کیک خورده. پولدار کسی که پول خرج کنه، اونا امانت دارن. خب ولی من کسی هم دیدم پراید داره ولی اشغال میکنه، اگه 100 میلیون هم در بیاره 99 میلیونشو خرج میکنه. پولدار به اون میگن. درسته. پول خرج کردن، خدا دلشو باید به یکی بده. خدا همه چی رو به این نفر نمیده. شاید به اون پول داده، دل خرج کردن رو نداده، ولی به اون که پراید داره شاید دل خرج کردن رو داشته باشه. تو همه چی داده. من فدای تو بشم. من آخه یه سری چیزا رو با خدا زد و بند داریم دیگه. ما عرفانی هستیم دیگه. آره دقیقاً فول آپشنه. شما آذرمایان که گفتم میگن حالا چیز بدی نیست، سلیقه‌ایه دیگه. شاید بچه‌ها نپسندیدن ولی من میپسندم، خودم عشق بدم. منم میپسندم. من میتونم یه سوال دیگه شما بپرسم؟ من باعث افتخارمه. تیپو داری مدل اینجوری بله. برو کیف کن. نظرت راجع به من چیه شما؟ شما دختر فوق‌العاده‌ای هستی، از همه زیبان. صورت، سیرت، شما هم دختر تاپی هستی. میگم شاید سلیقه خیلیا هستی، سلیقه خیلیا هم نیستی. سلیقه تو چی؟ ولی حق زندگی داری. من دوست دارم. ولی حق زندگی داری، اونجوری که دوست داری میتونی زندگی کنی. حالا 4 نفر میان کامنت منفی میذارن تو زندگی، 4 تا حرف بد میزنن. من واقعا خودم رو دوست دارم. ما هم دوست داریم. واقعا اگه خودم میتونستم برای خودم یه فن پیج میزدم. من واسه فن پیج میزنم. آره خداییش. بعد فن پیج کامل می‌زنم. خوب خفن. اوکی. حقیقت. حس میکنم من همه لحظه‌شون تاپ بودن. من خوشم اومده. کامل اوکی بودن. به خاطر جایگاه خالی که داریم من بهشون نمره 5 میدم. آقا میخوام یه دست مشتی به بچه‌ها بدم. مشتی که ندیدیم. ارسلان بلایی من ارزنده با میلاد خشمگین بگیریم. اگه ایراد نداره من میخوام 2 تا بچه رو با هم جابجا کنم. آقای شماره 4 رو با آقای شماره 1 جابجا کنم. دیست من سنگین بودا. ولی من میگم یه کاری کن، با این 2 تا بزنی. نکن تمام مور آشغال ریختی. آقا بازار باشه. بازار شما که امروز خیلی خوب بود. خب بچه هر کی نظری داره، هر کی سلیقه‌ای داره. حالا نظر منم اینطوری بوده. بهتره که به سلیقه و نظر هم اولویت‌های هم احترام بذارید. مرسی که تا اینجای برنامه همراهمون بودین. بچه‌های پشت صحنه خیلی زحمت کشیدن. امیدوارم حمایت کنید. کامنت و لایک یادتون نره. ماما سوختم ما یه دفعه دو بیان نوشتم آی تاکسی بیا. مثل که رادیو رو دیدی لایک و ساب و مطمئن شد که کوبیدی سولا بیزی